با سلام به بینندگان عزیزی آزادی، سرخط رویدادهاست چون همیشه در همین وقت و ساعت تقدیمتان. امروز 15 سپتامبر از صدمه دهشتناک در روی دوشنبه چنوق با شرکت 10 ماشین میگوییم. اعتراضی ساکنان در پایگاه سنتی طالبان شهر قندهار با بحث‌های تند ژیرینوفسکی تاب نآوردن و افتیدن شیمش و طلب بستن خوابگاه و راندن مهاجران از ولایت مسکو در پی کشتار یک زن در این منطقه از موضوعهای دیگری ماست. شام دیروز در روی دوشنبه خوجند صدمه مدهش به عمل آمده است. در منطقه میخوره ورزاب ماشین بارکش دولانی ساکن ولایت ختلان در رو به سوی دوشنبه بنابر نقص تکنیکی اداره نقلیات را از دست داده به سمت مقابل حرکت میبراید و به 10 ماشین برمیخورد. یکی از ماشین ها در پی برخورد به جری 200 متر سر و زیر می شود. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیدند، 5 کسی دیگر مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند. نجات‌دهندگان بعد رسیدن به محل حادثه ماشین را از جری بیرون کشیدند. مقامات داخلدار به تحقیق سبب‌های صدمه آغاز نموده است. حالا روی دوشنبه خوجند به طور معتدل کار میکند. ظاهراً اصرارات طالبان درباره زنده بودن ملا عبدالغنی برادر سالها عاید سرنوشت معاون رئیس حکومت طالبان و اختلاف میان رهبران این گروه تندگرای اسلامی را که میخواهد از گروه آشوبگر به حکومت کشور مبدل شود بیشتر کرده است. آوازه ها زیادند که ملا برادر هنگام بحث با یکی از رهبران طالبان کشته شده است. طالبان همچنان جای داشتن اختلاف در میان رهبران این گروه را رد میکنند. با گفته سخنگوی طالبان شاهین سوائل، ملا برادر از کابل به قندهار سفر کرده است. نشر نوار صدا و عکس‌های ملا برادر سر و صداها درباره سرنوشت ناروشن این معاون رئیس حکومت طالبان را بیشتر کرد. بر علاوه 12 سپتامبر در کابل هنگام پذیرایی وزیر کارهای خارجه قطر ملا برادر حضور نداشت. روز سه‌شنبه بعد فرمان خالی نمودن یک محله هزارها ساکن شهر جنوبی قندهار افغانستان راهپیمایی اعتراضی دایر نمودند. به قول منصبداران حکومت پیشین و نوارهای تلویزیون محلی اسکبه، مقامداران حکومت طالبان از تخمینا 3000 ساکن محله خواستند که مکان زیستشان را در 3 روز آینده ترک کنند. گردهمایی در نزد منزل والی ولایت قندهار جنبش شده است. در منطقه یاد شده اساساً منصبداران سابق نیروهای امنیتی و گنرال‌های مستعفی ارتش افغانستان اقامت داشتند. در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید راه جز مذاکره با طالبان در افغانستان وجود ندارد و بروسل در صدد هماهنگی با اعضای اتحادیه اروپا برای تأسیس نمایندگی این اتحاد در کابل است، پارلمان اروپا با صدور یک قطعنامه خواستار دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به نشست پارلمان و شورای اتحادیه اروپا شده است. پارلمان اروپا در قطعنامه درباره افغانستان از خشونت‌های طالبان انتقاد کرده و از اتحادیه اروپا خواست که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی را به جلسه خود دعوت کند. در قطعنامه پارلمان اروپا آمده است که پاکستان توسط نیروهای ویژه و پشتیبانی هوایی به جنگیان طالبان علیه نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر کمک کرده است. در حالی که ساکنان کابل میگویند با آمدن طالبان برنامه‌های زندگیشان به هم زده و وحشت زده شدند، گروهی از طالبان در مکان‌های تفریحی که اکنون تقریباً بی‌آدم‌اند دلخوشی می‌کنند. کیومر سیاتو گزارش می‌دهد. یک گروه از طالبان مسلح روز یکشنبه اثنای زیارت از پارک شهر کابل نتوانستند که در مقابل وسایل تفریحی مقاومت کنند. آنها ایمیج شخصان جدی را کنار گذاشته گروه در میدان به اصطلاح موترک و یا ماشین ها، دیگران در چرخ و فلک، قطاره راه آهن و وسایل دیگری پارک شهر یا خود سیتی پارک حلاوت بردند. از زمانی به سر قدرت آمدن طالبان در ماه اوگوست امسال پارک ها و تفریحگاه های افغانستان تقریبا خالی اند. حالا دقیق نشده است که سرنوشت آنها چی می شود. فعلا مردم از اینکه حاکمیت دولت جدید یا دولت امارات اسلامی نو در کابل آمده، در این حاکمیت اکثریت وحشت زده هستند، اکثریت از کابل فرار کردند و نظر به این دلایل شهر بازی فعلا خلوت است و قدر زیاد رفت آمد کسی ندارد. به قول این همصحبت خبرگزاری ریترز، پیش بینی نمودن وضع کشور دشوار است. فعلا که ما نمیتونیم اوضاع را پیش بینی داشته باشیم چون هر لحظه اوضاع افغانستان در تغییر است.
امکانات بهتر شدنش هم هست، امکانات بدتر شدنش هم هست. حکومت نوی طالبان که هفته گذشته روی کار آمد میگوید به فعالیت‌های فرهنگی مطابق به شریعت اسلامی مخالفت نمی‌کند. اما بسیاری ها در خاطر دارند که در سالهای 92 قرن گذشته حکومت طالبان تماشای تلویزیون، شنیدن موسیقی و بازی‌های کامپیوتری را منع کرده خلافکاران را در مظهر عام جزا می‌دادند. امنیت خوبه ولی اینجا نمیتونیم راحت زندگی کنیم. چرا؟ چون همه چی عوض شد. مأموریت طالبان بارها از صداقتشان به صلح و آرامی حرف زده وعده داده بودند که عفو عمومی اعلان میکنند. ولی رسانه‌های خبری از تعقیب مخالفین و محدود نمودن حقوق زنان افغان خبر میدهند. خبرگزاری BBC نوشته است طالبان در دره پنجشیر که قرارگاه مرکزی مخالفان می باشد کمش 20 فرد ملکی را به قتل رساندند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. نرخ مواد سوخت در ولایت سوغد تا اندازه پایین آمده است. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک هفته جاری قیمت گاز و بنزین در فروشگاه ها از 30 تا 50 درم ارزانتر شده. حالا گاز مایع بر عوض 8 سومانی و بنزین نوین 92 معادل 10 سومانی پیشنهاد می شود. بالوروی نرخ مواد سوخت در تاجیکستان از اول سال به مشاهده می رسد ولی در چند هفته اخیر به طور رکوردی گران و کمچین شد. نمایندگان خدمات ضد انحصاری سبب آن را به بالا رفتن نرخ در بازار جهانی از جمله کشورهای صادرکننده ربط دادند، اما کارشناسان از حضور شرکت‌های مونوپولیست صحبت می‌کنند که به وضع نرخ و نوا در بازار سوزشواری تاثیر می‌رسانند. روسیه نیت دارد در قلمرو تاجیکستان شعبه مرکزی مهاجرت را باز کند. کیریل پورتوف رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد شهر مسکو با نشر این خبر گفت درباره تأسیس چنین مرکزها در تاجیکستان با مسئولان وزارت مهنت و مهاجرت سندی را امضا کردند. پورتوف گفته است تقریبا 40% پتنت هایی که در مسکو داده می شود مربوط به مهاجران کاری تاجیک است. اساساً آنها در کارهای روبوتچینی کوچه و خیابانها و ساختمان مشغول می باشند. در این مرکزها قرار است معلومات درباره جایهای کاری خالی در مسکو نشر شود و برعکس کاردهندگان مسکو را ایدی متخصصان کارجو از تاجیکستان آگاه می‌کند. همچنان یک وظیفه دیگر این مرکز مشورت دهی به مهاجران کاری و تهیه و تنظیم درستی حجت‌های آنها هنگام سفر به روسیه خواهد بود. در ولایت مسکو تفتیش سرتاسری خوابگاه‌ها و مکان جمع آمد مهاجران شروع می شود. در این باره دیروز والی ولایت مسکو اندری ورابیوف در جلسه فوری با مقامات حفظی حقوق دستور داده است. این جلسه در پی کشتار یک زن 67 ساله در سرگیف پسد دایر شد. جسد را روز 13 سپتامبر در جنگل پیدا کردند و با اتهام صادر کردن این جنایت دو زاده تاجیکستان دستگیر شده است. نظر بازداشت شده ها به این اتهام معلوم نیست، ولی بعد این حادثه و با طلب ساکنان محلی دیروز خوابگاه مهاجران در سرگیف پسد بسته شد. ولادیمیر ژیرینوفسکی هر دفعه در عرفه انتخابات کوشش میکند با عملهای حیرت آورش سری زبان ها شود. این بار خبرگزاری های روسی از افتیدن شیمی ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنگجوی روس هنگام سخنرانیش در یکی از بحث‌های پیش از انتخاباتی خبر میدهند. ویدیوی این لحظه نیز نشر شده است. در نوار دیده می شود هنگام بحثی تند رهبر حزب لیبرال دموکرات در تلویزیون مرکزی شیمی او پایان می شود. ژیرینوفسکی زود شیمش را بالا می کند و به بحث خود ادامه می دهد. یک روز پیشتر از این ولادیمیر ژیرینوفسکی به معرکه پیش از انتخاباتی در مسکو با اسب و عرابه آمده است. انتخابات وکیلان به 450 کرسی در دومه دولتی روسیه از 17 تا 19 سپتامبر دایر می گردد.
در دوشنبه با شرکت آوازخوان‌های معروف شرق فستیوال توبستانه برگزار می‌گردد. انتظار می‌رود خواننده‌های معروف ارون افشان، حمید هیرود و یلدوز عثمان و از زمره اشتراکچیان این چوره‌بینی فرهنگی شوند. برگزاری سومین فستیوال توبستانه در نوروزگاه دوشنبه روزهای 25 و 26 سپتامبر امسال در نظر گرفته شده است. بار نخست این معرکه موسیقی سال 2018 در پایتخت تاجیکستان تشکیل شده بود. دوستان عزیز، اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسرار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 15 سپتامبر $1 و 11 سومونی و 31 درهم و €1 و 13 سومونی و 38 درهم مقرر کرده است. امروز قرب 1000 روبل روسی رسو 155 سومونی نرخ‌گذاری شده است که نسبت دیروز بلندتر است. بینندگان عزیز، با سپاس به همه شما برای همراهی که در این برنامه پیوسته ما را تماشا میکنید. اما ما همون منتظری همکاری شما میمونیم. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیرم. با امید دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.